در برنامه این هفته نقد کوتاهی داریم بر سریال سقوط آزاد، کاری متفاوت از اداره سینمایی نیروی انتظامی. این فیلم برای به تصویر کشیدن تلاش مقدس نیروی انتظامی برای مقابله با عوامل استکبار ساخته شده و در سکانس اول یک نخبه کامپیوتر ولایت مدار رو می‌بینیم که اسیر عوامل استکبار شده و اون رو شکنجه می‌کنند. چی میخواد؟ یه لحظه برای اینکه این فیلمم واضح بشه، من همون نخبه کامپیوترم که عوامل استکبار دارن منو تحت فشار قرار میدن. از جون من چی میخواد؟ آدرس اون دوتا رو میخوای میگی یا نه؟ کدوم دوتا؟ رجایی و باهونه رو میگین؟ بنداز تو اتوبان بهش زهرا بهشون میرسی. نه راستا رو تحویل بده! من هیچی نمیگم، چون به آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی مؤمن و معتقدم و تا آخرین قطره جونم مقاومت میکنم. جان؟ چی فرمودید؟ بله؟ نه میگم خواهرم، مادرم، برادر، همه رو لو میدم. همه مأمور استکبار جهانیان. خود مقام عظما هم از این عوامل بیگانه است. فقط شما لطف کنین نزنیدین. پولو گرفتی؟ باید بگی اونا کجا. یا نرم افزار رو بدید، فهمیدی؟ ببین خیلی تلاش میکنی طبیعی بازی کنی، ولی من چون میدونم فیلمه تا جایی که دوربین باتری داشته باشه مقاومت میکنم. اوه مامان گوله اومد، بزن زنگو. چی شد؟ هیچی نمیگه؟ سلام علیکم. خانم شما چرا اینقدر چپه واروین؟ اصل مطلب اینه که من میگم. بله، فریاتشو قبلش برادری استکباری رو سر و صورت اون پیاده کردن. یا عقلتو به کار بندازی مثل بچه آدم حرف میزنی؟ یا اگه بخوای عدد قهرمانا رو دراری اینجا میشه آخر خط. قربونت، اگه آخر خط ما هم بغل مغلا پیاده میشیم. چای تقدیم کنم سامان؟ چای میشه؟ من دوست ندارم کسی که منو دید تو خیابونا ول بچرخه. فهمیدی؟ منم دوست ندارم کسی که تو خیابونا میبینه منو ول بچرخه. خب به جمال بی نقطه مقام عظمای ولایت. نمیخوای حرف بزنی؟ چرا میخوام، ولی خب درباره چی صحبت کنم آقا؟ میخوای درباره آینده صحبت کنیم؟ عماد آمپول. نه بابا عجب داستانی میکردیم ما. این استکبار هرچی آدم تزریقات چیه میفرسته سراغ ما. ببین حالا که بس آمپولا همه چی رو میگم، گور بابای مقام عظما و اسرار نظام و فلان، گور باباش بهش که آمپول تو فضیل خیال شما داد. یکی از اهداف این فیلم تشویق خانواده ها به لو دادن همدیگر بوده است. امری مقدس که همه ما باید در زندگیمان به آن وفادار باشیم برای صیانت از حریم خانواده. من اومدم یه چیزی بهتون بگم. بنال ببینیم چی میخوای بگی. ببخشید بفرمایید بگید چی میخواید بنالید. من امروز با سایه قرار گذاشتم. جان تو سایه قرار گذاشتین؟ خب میذاشتین زیر آفتاب. سایه خواهرتونه؟ کی کجا؟ توی کافی شاپ ساعت 4. ای باریکالله. بینندگان عزیز، به این میگن یک خواهر نمونه از یک خانواده جاسوس پرور دبش که خواهر خودشو پیش پای مقام عظما تو فتوشاپ، ببخشید تو کافی شاپ میده دم گاز. ببین خانم صورتی، من با عادی سازی میام اونجا، خواهر اومد تو سه‌شو بگی، من 4شو میگیرم، 5 6 7 8 خلاصه دیگه میفرستیمش. ببین خانم صورتی، من کاملا عادی سازی کردم. الان هر کی منو ببینه فکر میکنه من یه دختر دانشجوام اومدم اینجا بشینم درس بخونم. میرم سر اون میز میشینم، یه چیزی میخورم، تو آخرش حساب کن. باشه؟ یاد نره با خواهرت. من رفتم. حواست باشه. حتما. سلام. چیزی میخوری؟ نه دیرم شده، سریع باید برم، عجله دارم. کجا؟ سوال نپرس، دیرم شده باید برم سمیرا. بهتره با پلیس صحبت کنی. همه چی رو به پلیس بگید. اون کمکتون میکنه. مامان نگرانته، داره دق میکنه. کجا رفتی؟ بایستا! هی! کجا رفت؟ بچه!
با ماشین فرار کرد. من با یه دوچرخه چیزی میرم دنبالش. با عادی سازی کامل. اون سکانس بازجویی اول فیلم یادتونه؟ شکنجه وحشیانه و ددمنشیانه نخبگان نظام توسط عوامل استکبار. این یه بعد قضیه است. حالا بعد ولاییش رو در بازجویی از یک نخبه دیگه ببینید. رأفت مأمورین گمنام نظام جمهوری اسلامی که با بازجویی‌هاشون حتی ماست مایه نمیگیره. برو بیرون. سلام. از چی میترسی؟ از اقتدار نیروی انتظامی. پس یه ریگی تو کفشت هست. چی؟ یه ریگی توی کفشم؟ یه لحظه. تو کفشم در آوردم. از کجا فهمیدید؟ واقعا FBI پیش شما احساس حقارت میکنه. من یادته؟ شما رو؟ والا یادم نمیاد. حتما انتظار داری بگم شبیه راسل کروی ها؟ ولی دوغم نیستی. حالا چی یادت اومد؟ طالب مرزن کلات آلوکله‌ای چری؟ صد جفت شد تو گوشت. کنن آقا سرکار حواست تو جمع کن. اجازه بدیم ما حرف بزنم. من از عین بچه آدم. چه قاطعیتی وای خدا. اگه یه بار دیگه اینجوری بکنید من خواهم مردن کرده. اصلا چه شو؟ ما حرف میزنم. بیشی منم بابا قوز بیت. بچه پر رو. برش که بذار ببینیم چی میگه. خونه بکن ببینیم چی میگه آخه نفله. اون موقع که تو به استکان نلوه کی میگفتی عباس ساواکی داشت دهمان که ملت شیشه میتر کن. برو کم شو بیرون. ازگر. اینجا ما کودک حساب باز نکردیم. اینجا لیلی و حوزکنون بیار کباب ببر نداریم. دفتر خاطرات جلوش نیست. باید همکاری کنه. همکاری میکنه. و در پایان عروج ملکوتی یک مأمور نیروی انتظامی باز هم توسط یک زن ضد نظام. خانم قهوه‌ای اون چیه دستته؟ آزادم کن میخوام برم. آزادت کنم بری؟ بابا ایران آزادترین کشور دنیاست. کجا میخوای بری؟ تازه رسیدی؟ درواز کن میخوام برم. خب آقا یک درواز کن برای این بنده خدا بیاره میخواد بره. ایشون میخواد تشریف ببره. خب میخوام از این خراب شده برم بیرون. میگم درو باز کن. جام تو؟ خب منم میخوام برم از این خراب شده برم بیرون. پاسپورت اینو چیزی گیرم آورده. خب بیرون ما هم بده ما هم میریم. جلو نیا. من کی جلو اومدم؟ من بدبخت سر جام وایسادم. بگیر اومد سلاحو بگیر اومد. بهت میگم جلو نیا. شلیک میکنم. چرا معمولی کشکی میگیری آخه؟ تو که تش میخوای شلیک کنی. حالا دو قدم عقب‌تر دو قدم جلوتر چه فرقی میکنه آخه؟ جلو نیا. یه دقیقه سکت بک. جلو نیا جلو نیا جلو نیا. خب بذار من نتیجه فیلمو بگم بعد دیگه. بله بینندگان عزیز یک دو مرد بالاخره کار خودتو کردی. با نبای کاروان بندید از جهان این قافله